دوچرخه زیبایم رو نوسته بودن، بنده خدا افتاده. از چیزای جالب دوچرخه سواره هم ماشینا بدتر میرن. ماشینا حواسشون نه هستش که خب ماشین بزنه ماشین مقصره. مگه راستت نباشه بچه تصادف میکنی با دوچرخه سوارا، هم تعدادشون زیاده هم بعدش یکم بی احتیاط میرن. اما جالبه خب مثلا هی سرقت بگیری اگه قرارت نوتر بری یا قرار نیست نوتر بری سمت راست باید حرکت کنی. بعد چراغ مخصوص دوچرخه سوارا خب وجود داره، لاین مخصوص وجود داره و اینم ترافیکی. تقریبا شما اگه دوچرخه دسته دوم بخرین 1 ماه حمل و نقل عمومی پولش رو پوشش میده. من دوچرخه‌مو کردم 150 یورو. 1 ماه حمل و نقل عمومی اگر هر روز کاسا استفاده کنم رفت و برگشت همین 150 یورو بکار 100 یورو میشدش. اینه که حس میکنی ورزش کردی و با اونم خب تاثیر داره. و نکته بعدش اینه که سریع‌تره، ساعتش دست خودته و حداقل اختونه من تا دانشگاه با دوچرخه رفتن سریع‌تر از که من بخوام توام سوار شم. امروز قراره با استادمون یه میتینگ داشته باشیم و راجع به پروژه آخری که قراره ارائه بدیم باهاش حرف بزنیم، متریال های که بالاخره انتخاب کردیم و ببینیم که نظرش چی هست روی اونا. یکم کار گروهی واقعا خسته کننده است. 10 روز بیشتر نمونده به پایان این دوره 5 ماهه. به خاطر خنده‌داری که این مثلا باد بذاره یا نه صدای من برسه. من هفته اولی که لوکزامبورگ رسیدم اومدم همه امریکن دریپ دارن، من دریم اروپا داشتم رفتم دوچرخه خریدم، البته دست دوم فرضی. دیدم که خب اینجا که نمیشه اصلا دوچرخه سواری کرد چون که هیچ لاینی برای دوچرخه‌شو بودش که خب من دوچرخه‌ام رو شاید 5 ماه بیشتر توی مدت تقریبا 2 سالی که توی لوکزامبورگ زندگی میکردم استفاده نکردم و خب در عوض میگن در صورتی که حتی لوکزامبورگ دوچرخه اون دوره 700 یورو پول میداده شاره دوچرخه اگه میخواستی بخری. و خب قبل از اینکه بیان آدم ها رو این محکوم کنن چرا ماشین استفاده میکنین، آدم باید بیاد بگه که خب تو برای من فضای دوچرخه سواری رو مهیا کردی، مثلا میتونم دوچرخه سواری بکنم تو این شهری که زندگی میکنم و مسافت ها برام در دسترس هست، محل کارم و خب نبودش تو لوکزامبورگ و حالا بیان مثلا بونس بدن برای دوچرخه مجانی.